خلیفه المنصور یک روز یک شخصیتی بزرگه یک عالم سوال میکنند المنصور حیات زیاد دیده همو عجایبات حیات یگان چی نقل بکن و میگه که همو عجایبات مثبت باشن یا منفی عاقبت خوب داشته باشن نتیجهش یا عاقبت بیزیر خیلی میگه وقت بسیاره که هر دشن نقل کن اگر کی باشه گفت عجیبترین کاری خیلی که دیدم همین است که پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو ورخنا پولیا دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات حتما در رقم های ما در تماس بروید. هنرمند پرهیزگارش برو گرش دوستداری بنازش مدار فرزند سعی که هنرمند باشه علم بآموزه اگر حقیقتا هم فرزند در پیش عزیز باشه بناز و بادار نگهش نکن با پایان رسد کیسه سیمزر نگردد تهی کیسه پیشور چه بر پیشه باشدش دسترس کجا دستی حاجت برد پیش کس این سوم و مال دنیا تمام می شود اما مرده که علم آموخته است و هنر آموخته است هیچ وقت کیسه خوری نمیشه علم ایش که آیب کشیده گرفته نمیشه هنری او را کسی ای دستش کشیده گرفته نمیشه همین میگه در زمان خلیفه المنصور یک روز یک شخصیتی بزرگه یک عالم سوال میکنند المنصور حیات زیاد دیده همو عجایبات حیات یگان چی نقل بکن و میگه که همو عجایبات مثبت باشن یا منفی عاقبت خوب داشته باشن نتیجهش یا عاقبت بیزیر خیلی میگه وقت بسیاره که هر دشن نقل کن اگر کی باشه گفت عجیبترین کاری خیلی که دیدم همین است که من میگه در اون وقت طریقه احمد ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی شرکت داشته حضرت وقتی از دنیا گذشت 11 فرزند داشت میگه با 11 فرزندش 18 درم میراث مونده است نه تصور کنید خلیفه مسلمانان 18 درم میراث مونده است با هر کدومش مقصد همین 1 درم بیشتر میرسده اما زمانی شد که بعد گذشتن سالها همه دیدم که در یک سال قحطی یکی همین پسرای عمر ابن عبدالعزیز برای مردم هم صبح هم شام طعام تیار میکنه هزارها نفر نون میده آدمی که 1.5 درم ای پدرش میراث گرفته اینا ببینید اون برای که عمر ابن عبدالعزیز فرزند تعلیم داد اخی فرزند تنبل یک دغسه قد کوچه کلو نکرده است او چیزی که منفی است تعجبه که به حد بیزیبه عاقبت بیزیب داره همین است که بعد عمر ابن عبدالعزیز به سر قدرت پسر عمک هشام ابن عبدالملک اومد هشام وقتی که مرد میگه در ترکه هم حضور داشتم به هر یک فرزندش هزار دینار رسید هزار دینار رسید است میلیون دینار زیاده ای میلیون تنگه کیلو زلفه چروان قدرت خدای تعالی زمانه دیگر شد دولت از دست اموی ها رفت عباسی ها سر قدرت اومدن همه اون مولا مصادره شدن ساعت اومد که یکی همون فرزندای هشام ابن عبدالملک دیدم همون یکی زیاده از میلیون دینار میراث گرفته است در بازار گواهی دارن اون برای که تعلیم نداد آخی بچه پوچو های چی در کار ایده چی مهنت بکنه میراثش موندم که با پایان رسد کیسه سیم زر نگردد تهی کیسه پیشور چه بر پیشه باشدش دسترس کجا دستی حاجت برد پیشی کس و حضرت نصیحت میکنم میگه ندانی که سعدی مقام از چی یافت نه هامون نوشته نه دریا شکافت همه آبرو و عزت سعدی را میدونه حسابی چیه میگه این حضرت در اون زمان زنده بودن شد شهرت یا الله
پادشاها و زیارتش میرفتن حضرت. این هم که بعد گذشتن قریب 1000 سال همون سعدیه یوخی ای زنده ها را زیادتر نامش میگیرن، ای زنده ها را زیادتر میشناسنش. میدونی میگم درجه و منزلت به چی افت است. سعدی در عثمان پریده نمیتونست. سعدی سوپرمن نبود که از سوراخ نبگذره. با خورده بخورد از بزرگان قفا، خدا دادشان در بزرگی صفا. در میداکی شطه خورده خون این قفاش اینم لغتی دهنی کنه. خدای تو میگه این بزرگی بینم درجه و منزلت نبودش. مثلا میگه هر آن طفل کو جور آموزگار نبیند جفا بیند از روزگار. من کسی که ای خوردیش تعلیم نگرفت، جور آموزگار رو ندید، یا شپلوخک نخورد، در بالای کتاب یک قطره که او دیدش نچکید، او در زندگی عذابی بسیار میبیند. میرم معلمی نصیحت شیخ سعدی گفته است. ولی سعی کردن در کار وقتی خدای تعالی فرزندی نوزنی نداد به قدر نعمت الله برسید از برای خدا هم فرزنده خیلی تماشا کرد خشک بکنه در بیرون میبرد او با چاقی پادی این مرسیدس های سالی 2020 گیزاله بدیم دیزاینی ای را بید یا با بچه ها در پیشت بود تماشا کرد نه خود خیلی بچه های تو گیزاله موشا یا موشینی پدنالته که تو نرای بنزینش نرازی حرکت نکنه پیدالش نجقی نروا کلید قدیدرش اوی نکنی هوی نشوا تام کودکا که خدا دو دسته در پیشه کردن یا تماشاش که سمعی پروردگاره و خد همین نعمت رسیدن در خود خدا دو دسته او را یکون کنسترکتر ساخته نمیتونه وقتی که خدا دو دسته شکل پروردگاره به جا بیار امکان داری رنگی بابای حاجی سفرعلی واری محفلی حقیقتش برگزار بساز سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم از زنده کرد و این قدمی نخستی نه وقتی که بچه خدا شناس شد عقلش که دسترش درآمد سعی که تعلیمش بده علمش با آموز که به خدا قسم بعدا دیگه دریغ میگوی و پشیمون میشه فایده نمیکنه او کودک فایدهش از ضررش فرق نمیکنه میگی تو میکنی کو اونمی یهودی رو هرچی میگن این مردمی بدبخت خدا مردمی زیرک هم بسیار مردمی زیرک خودش نمیخوره خونه‌های دکدنگ 3 اتاژه و 4 اتاژه نمیکنه میگه حتما فرزندش میخونه ببینه فرزند وقتی مکتب خلاص کرد الان اون مبلغایی را که ما برای گور و کفن بجا میکنیم کو اما امروز ابرو در دستش میته رویش میکنه یا مکتب پرستیژی با قواده بخونه میخونه میویه یک متخصصی خوب میشه میبینی در مدت 3-4 سال همه هم مبلغای صرف کردگی را برو ورده و علمان دست قطعا در دستش پیکر دارد اگر جانی بصیر عبرت از احوال اسرائیل گیر خدا رحمتش کنش همین محمد اقبال 100 سال پیش ما را نصیحت کرده است پیکر دارد اگر جانی بصیر عبرت از احوال اسرائیل گیر بازوی گردون چه انگورش فشرد یادگار موسی و هارون نمود از نوای آتشینش رفت سوز لیکن اندر سینه دم دارد هنوز او دم سینه امروز با علوش دریا را مرا فرا گرفت با حکمران جهانش میدهد فرزند در ذمه ما و شما مسئول هستیم همین بابای دولا را به خدا قسم در حضورش هم میگم و در غیبش هم میگم خدا برکتش بده که فرزندای خوب تربیت کرد کاری بچه‌ها را تربیت کرده است هم سبب افتخار دنیاش ان شاء الله هم سبب نجات و سعادت سربلندی فردا روز قیامت همین آدم داخل داره سعی کنه که وقتی خدای تعالی نعمت داد شکر